سلام رفقا، پای آموزش دیگر خدمت شما هستیم. نسل دودی 206 شیشه جانبی. اول بروش رو بهتون یاد میدم، میریم توی کار نحوه نصب چند. برچسب رو اگه آماتور هستید به کمک یه نفر، اگر تلفنی هستید یه مقدار اضافه‌تر بگیرید از اینکه برچسب رو بکشید به این سمت. حالا جلو لبه بالای کار رو ساختش کنید. و این قسمت. حالا این قسمت چپ کار میایم استوپش کن. خب رفقا این مرحله قوس رو از پایین میکشیم به سمت بالا. اینها رو یه حرارت همونجور که می‌بینید شیشه 206 و 207 دوران نیاز داره یک بار از بیرون وارد دیگه بشه. به این حالت خب میریم برای نصب. دستش کن. خب رفقا تمیز کردن شیشه رو که خب بلدید دیگه وقت صرف نمی‌کنیم بابتش. با دستمال که تمیز کردید با استفاده از ته ژله‌ای دو بار یا یک بار شیشه رو کامل تمیز کنید. به این حالت حالا برچسب رو برو برچسب رو باز می‌کنیم و روی شیشه فیکس و تنظیمش می‌کنیم. حالا به این حالت پاکیزش رو انجام میدیم. خیلی آروم دفعه اول. دفعه دوم دوباره آب می‌پاشید چون از حالت ژله‌ای استفاده می‌کنید. یک مقدار فشار دست رو زیاد کنید. لبه‌های کار رو داخل آبگیرا هستش، داخل زباله هستش، با استفاده از کارت کسی گوش آب رو خارج کنید. همیشه از این تیم‌های پایدار استفاده کنید. یک بار دودی اصلی رو لبه کار رو برش بدید. به این حالت باز دوباره آب می‌پاشیم. لبه کار رو واردش می‌کشیم. کامل. این سری مرحله بیسیکی. نتیجه بیاد. مرحله فلیسه گیری خیلی مهمه چون همین باعث میشه همین فلیسه ها باعث بلند شدن برچسب میشه. مرحله آخر و شیشه رو می‌کنیم. قسمت اضافی کار رو پاس می‌کنیم. از پایین برچسب پایین رو برمی‌داریم کنجش رو. دوباره بیرون کار و پایین. یک مقدار بیشتر بشویید اینجا رو. حالا با استفاده از کارت گوش یا هر کارتی دیگه برچسب رو می‌گیم داخل. این لبه کار رو به این صورت حالتی که شویی پای کار رو آب می‌زنیم. دوباره با استفاده از کارت ژله‌ای آب رو به سمت پایین بالا پایین اضافه کار رو دوباره آتش می‌کنیم. حالا انتهای کار و حالا انتهای کار بوت‌های به جا مونده رو حل این کار هم بوت‌ها رو وارد گیری می‌کنه هم پایین کار رو فیکس می‌کنه. حالا تا جایی ادامه میدیم که دیگه اون حباب‌های کوچیک و هواهای کوچیک و این کار رو تا جایی ادامه میدیم که اون دوستا و هواها و حباب‌های کوچیک دیگه به سمت بالا نرن. در واقع با این کار سریع برچسب رو پشت می‌کنیم. به این حالت کارمون به اتمام رسید. این آبگیر شیشه رو تشکیل اینجا. این آبگیر شیشه به این حالت خیلی راحت جا می‌زنیم. نکته بعدی آبی که داخل رودری میره از اون قسمت پایین اونجا رو نشون بدید خارج میشه. دوستان همکاران علکی جمع نکنید. این مونه باعث پوسیدگی میشه. این هم اتمام کار کار تمیز میشه. تمام.